همین آیه کریمه قد افلح من زکاها، پس با درستی که آزاد شد گردن همون شخصی که صدقه فیترش را، زکات مالش را داد. حالا شما یک ببینید آیه کریمه و یطعمون طعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. شما اگر همین یک بزرگوار در معنای همین آیت میگوید که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، هرچی دهی میدهی منت مدی، آنچه به منت دهی آن خود مدی، منت و مزدی که در احسان بود روز جزا موجب نقصان بود. منت دشمن سخاوت است. بله، همه چیزی که میتی از برای خدا بته، فی سبیل الله، فی سبیل الله. خدایی میگویم که خدای مستفیدای ما و شما اگر یه چیز میکردن میگفتن خدایی داریم یا نانی داریم که از برای خدا هست، همون لوجه الله هست. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. حدیثی دربار جناب پیغمبر است که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شخصی که ماه شریف رمضان را صرف از برای خدا روزه می دارد، گناه های پیشینه او را خداوند عفو می کند. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر گناه های پیشینه کرده باشد، روزه او از برای خدا باشد، از برای رضای خدا باشد، من همین شرط ها را بجا بیارد، انا گناه های پیشینه کردگیش هم خدا عفو میکند. یک فضیلتش همین. گناهان زیادی داریم، در حقیقت گناهان زیادی داریم، کجا گنجد و صحرای قیامت این گناه من بترسم تیره گردد محشر از روی سیاه من. پروردگارا ما را ببخشی، گناهان زیاد داریم و روی به سوی روزه‌داران آورده گفتنی هستم که روزه از برای خدا است، الصوم لی و انا اجزی به. چون روزه بگیرید فطر روزه‌تان را بدهید، زکات مالتان را بدهید، صدقات و حسنات و همه خیراتتان را زیاد بکنید و انشاءالله عبادت های ما و شما را خدا قبول می سازد. و بیننده و شنونده عزیز گفتنی هستم که روز ماتم همه مسلمانیم. آیه صبر و مکر میخوانیم. روز ماتم همه مسلمانیم، آیه صبر و فضل میخوانیم، لیک در لحظه های خرسندی سوره حمد را نمیدانیم. فخر داریم از تنی بی درد، گویا جاویدانه میمانیم. ساعتی شاد مست و بی خاطر، ساعتی غم ز هوش یارانیم. گاهی از خود چنان بدر گردیم، حیرت آور و چشم حیوانیم. گاهی از خود چنان بدر گردیم، حیرت آور و چشم حیوانیم. گاهی از خود آن چنان نالیم که چرا همچون مور کم جانیم. یک نفس غره شکم سیری، یک نفس زار برده نانیم. یک نفس صاحب همه دنیا، یک نفس
پیش در چو مهمانیم. ای خدا رحمت بکن بر ما، ما همین گونه نوعی انسانیم. میدونی چرا روزه میگیریم؟ گرسنگان در روی عالم زیادند، لیکن آدم روزه‌دار حتما در ساعتهای گرسنگی گرسنگان عالم را به خاطرش می‌آورد. خدا بی‌نیاز است، به طاعت ما و شما نیازی هم ندارد. روزه امتحان است. شما از پیش سائلی اگر میگذرید، تصور کنید که در جای او سائل نیستید. و تعز من تشاء و تذل من تشاء. تصور کنید که شما طلبنده نیستید. اگر یک پیسه همراه داشته باشی، بذل کن از برای خدا. نباشد با تبسم برویش بنگر. تبسم هم این صدقه است. شما میبینید یک نفس غره شکمسیری، یک نفس زاری برده نانی. وقتی که آدمی سیر و پر که 3 وقت خوراک سیری خورده آمده گرسنه میماند، حتما گرسنگان عالم پیش رویش می آید و خود را جای آن گرسنه تصور می کند. خدا توفیق بدهی و راه راست هدایت بکنی. حدیث صحیح است: اولها رحمتون و اوسطها مغفرتون و آخرها اتق من النار، اتق من النیران. اول او رحمت است، دهه اول او دهه رحمت است. دهه بین دوم دهه مغفرت است و دهه آخر دهه آزادی از آتش دوزخ است. در حقیقت آن چیزی را انسان در روزه‌داری تصور میکند که تنها روزه‌دار تصور کرده میتواند. شما میبینید این عبادت است که بی ریا هست. شما اگر نماز میخونید، نمازخونی شما را کسانی دیگر میبینند. بله. شما اگر با شرطی که زکات مال را میدهید کو، شما را حتما میبینند. فلانی زکات داد. زکات داد. زکات گیرنده میبیند کو، همراهان او میبینند، خانواده او میبیند کو. لیکن حج میروید همه میدونند که حاجی اومد رفت آمد. بله، یگان عبادتی که بی ریا هست، از برای خدا هست، انا همین ماه شریف رمضان است. پروردگارا در این ماه شریف برکات زیاد در تاجیکستان عزیز ما داخل بسازد و کوله های مردم ما پر از گندم باشد، قلب ها پر ایمان باشد. آن چیزی که گفتم اول خود من نیاز دارم که با او عمل بکنم، چرا این کمبودی ها در خود ما زیاد است. الدین و النصیحه. لیکن من با فرموده پیغمبر خدا و جای نصیحت چند چیزی گفتم. اگر شما قبول کرده توانسته باشید، بیا ای جگرگوشه فرزند من، بنه گوش بر گوهر پند من، صدفوار بنشین دمی لب خموش، چو گوهر فشانم و من دار گوش. شنو پند و دانش بدان یار کن، چو دانستی آنگه بدان کار کن. ز گوش ار نیفتد به دل نور هوش، ز گوش ار نیفتد به دل نور هوش، چی سوراخ گوش و چی سوراخ موش. و طاعت چی سودت که پشتت دوتاست، که روی دلت نیست با قبله راست. پروردگارا جوانای ما را راه راست هدایت کنی، ما پیران را توفیق بدهی. پروردگارا لاف از
میزنیم، لیکن توفیق شیء عظیمی است که خدا به هر کس نمیدهد مگر به بنده دوستدارش میدهد. توفیق رفیق است، به هر کس ندهندش، نقش پری طاووس و کرگس ندهندش. توفیق یار و مددگارتان باد. بیننده و شنونده